که این دفتر ممتاز کنم باز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، نصیر است و رؤوف است و کریم است. خدایی که بسی نعمت سرشاد به ما آدمیان داده، گوهرهای گران داده، سر و صورت جان داده، تن و تاب و توان داده، روح و روان داده، هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و اینها پی آن داده که از شکر عطا و کرمش چشم بپوشیم و ز هر غم نخروشیم و ز هر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را. تو خدای منی، وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو همدم درد و دل و غم و آرامش شب‌های منی. تو خدای منی، یار و وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو همدم درد و دل و غم و آرامش شب‌های منی. خدایی که خبردار بود از همه اسرار، غنی باشد و غفار شود مرحمتش یاد، در این دار و در آن دار، به آحاد و به افراد نکوکار. خدایی که عطا کرده به هر مار، هر آبان به هر مار، خط و خال به هر شیر برایان، به هر کار به هر حال بود قبله آمال، شود ناظر اعمال، فتد در همه احوال از او سایه اقبال، به فرق سر آن قوم که پویند ره خیر و نکوکاری و دینداری و هوشیاری و ایمان و صفا و کرم و صدق و یقین را. تو خدای منی، وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو همدم درد دل و غم و آرامش شب‌های منی. تو خدای منی، یار و وفای منی، من برای تو هم و تو برای منی، تو همدم درد دل و غم و آرامش شب‌های منی. که بخشنده به هر بند، شکیبایی و تدبیر و توانایی و بینایی و دانایی بسیار، که با پیروی از عدل ره راست بپوییم و ز هر قصه شیرین و حدیث نمکین پند بگیریم، نصیحت بپذیریم و چنان مردم فرزانه بدان گونه حکیمانه در این دار جهان عمر سراریم که از کرده خود شرم نداریم و ره بد نسپاریم و به درگاه خدا شکر گذاریم که ما را به ره صدق و صفا و کرم و عدل چنان کرده هدایت ز سر لطف و عنایت که ز ما خلق ندارد شکایت، به از این نیست حکایت، به از این چیز درایت که ز حسن عمل ما به نهایت همه کس راست رضایت، چه خداوند و چه مخلوق